صنفا وقتی که درس میدیم یک جوان بسیار ذکی و عاقل می باشه، یک جوان خوب خوش قواره می باشه، یک جوان خوب زوردار و قوی و سپورتمن می باشه، یک جوان خوب پیسه دار است. باز ما برشان میگم که برادر عزیز متوجه باشین که الله متعال هر کس مطابق همون نعمتی که برش داده امتحانش میکنه. یک نفر در جوانی و زیباییش امتحان میکنه، بنان امی زیبایی ازی سبب رفتن ازی و دوزخ میشه. یک 20 تا دختر رقاصه بر ازی خط روان میکنه، مثل ما کپ و کپ باشه سر ما سایل نمیکنه. امتحان ما کم شد، اما او که هست وقت برش صاحب مسیجا میرسه. پس یک امتحان است برای تو. اونمو امتحان سبب ازی میگه شیطان از امو را تره در دوزخ میپرده. یک جوان دیگه از خوب پیسه دار است، وقتی که پیسه دار است بر از این هر امکانات است، اینترنتی داره، تلویزیونی داره، دیشی داره، شراب، کباب، هتل، فلانی کل چیز بر از این باز است. پس امی پول از این وسیله چی ازی است؟ امتحان ازی است. فکرتان باشه جوانا، از یک جوان دیگه که هست خوب سپورتمن است، همی اندام ازی و قواری ازی است، باز از همی اندام ازی دشمن ها استفاده میکنه، بازی رو میبره در قفس میپرته که یک کس دیگه بازاردوی ازی رو دوتا پلنگا واره جنگ میپرتن و ایدمی خوش است که والا این صاحب من چپک کردم. خب تو که یک نفر دیگر دندانش هم مشکنانی یا کت بوکس میزنی یا احیانا کشته میشه، خود تو در غضب الله گرفتار میشی. پس بعضی اوقات قوت است. بعضی جوان ها هستن که موبایل دارن، این موبایل هم برای بسیاری کسا غم است. دمی عین درس عقیده برای زنگ میه، کپک 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 میره، همون گپی که باید دوزخ ببره شیره موبایل میگه باش که نشنوه. یگان وقت موبایل هم کار شیطان هم میکنه. بعضی کسا هست جوانا بسیار با ذکاوت هستن، بسیار ذکاوت داره. اول نمره صنف خود است، یک قضیه را بسیار خوب زیبا تحلیل میکنه. شیطان میره ایره چی میکنه؟ عقلش ما کم میگیره، باز میگه که این آیت قرآن عقل من نمیپذیره. زد شیطان چی کنشه؟ از طریق عقل خوب عقل ما یه گفت، والا این گپ دینی رو شما گفتین این آیت قرآن تا که عقل ما ایره چیز نکنه. و وطن دار عقل ما را، ما عقلای خود ما از عقل خود براتون بگم. من وقتی که صنف 13 و 14 را میخواندم، ما اول نمره بودم در دارالعلوم عربی. بعد از اون وقتی که اینجا خواندم بعد گفتم دیگه که از مکه هوشیارتر و فامیده‌تر و لایق‌تر و این است دیگه. روز ما رفتیم در کشور عربی درس شروع کردیم، 52 نفر بود. برای من ثابت شد که تنبل‌ترین کلش من هستم، در حالی که اینجا خدا عقل کل میگرفتم. اونجا در بین 52 نفر 52 نفر ما بودم، از مکه کلگی خوب بود. اما افریقایی هم از مکه خوب گپ زدن میدان از خوب عربی میگفت. من قرارم تو گنگه باره شیشه بودم سم بکمون. بسیاری وقتا استاد درس میاد ایران میاد که استاد چی میگه، صنفی مناقشه میکردن گپ میزدن. تا 6 ماه بعد یکمه که اشتوکا واره در عربی یاد گرفتیم که پاپا میگه و نونو چی میگه، این چی میگه. این تو باز که یک چند وقت که در اونجا درس خواندیم، باز یک 3-4 سال باز میگه او ولی این ممتاز کامیاب شدم. اینا همیشه آدم 2 سال پیش خدا چی میکنه؟ چلیپا میکنه. حالا میگه هوشیار هستم. پس یکی از وسایل گمراهی برای بسیاری کسا چی است؟ عقل از او است. عقل یک نعمت است، زیبایی یک نعمت است، تندرستی یک نعمت است، جوانی یک نعمت است. بسیاری کسا ما صاحب جوان هستم دیگه، حال خاک بم برای ریش سفیدا میمونه، من قرار بیغم هستم دیگه. تو میره دیگه روز که میای کی والا مو جوان کدام اونمو اندرتیکر چه شد مرد. باز ما ریش سفیدا میریم سر قبر از او خاک میندازیم. ایده شیطان تو غافل کردی که والا من خود جوان هستم، من خود نه جوان هستم دیگه. هر روز تقسیم اوقات ما چیست؟ تقسیم اوقات ما بسیار طویل است. خبر نیست که اونجا بر ملک الموت گفته که نه تقسیم اوقات تو مردم که از به دنیا میاین به نوبت میاین، اما از دنیا که میرن به نوبت نیست. یک دفعه بابا کلان جنازه کی رو میخونه؟ نواسه رو میخونه. از این خاطر بعضی کسا هست که مثلا اگر کمک توانایی پیدا کرد در اداره و طرا و قدرت طرا در اینجا دیگه صاحب پشت حلال نمیگرده، پشت حرام نمیگرده، پشت جایز نمیگرده، پشت ناجایز نمیگرده.
این صاحب دیگه من خواه این توانایی اوترا دارم، این دفترم مرا بسیار خوش دارن و خوب کارم پیدا میشه. بگی ضرر رساندن به مسلمان بر بسیار ساده، غیبت چاکلیت مجلسه، تهمت، رشخندی سر یک کسی یک کمک قواریش اونجا نماز میخونه، سبحان ربی الاعلا میگه، سبحان خالق و کل شی میگه که الله اینو خلق کرده. باز که یک انسان دید که یک کمک قواریش ضعیف است با سر از 200 پرزه میگه خالق از تو هستی یا الله. چطور تو جرأت میکنی که سر یک نفر مسخرگی میکنی؟ پرزه میگی.